به حدیث اشج عبدالقیس که من وقتی که نزد رسول صلی الله علیه و سلم مدینه همین اشج به رسول صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ یعنی ان فیک لخصلتین یحبهم الله. ماذا قال؟ الحلم. روایت مشهورند صحیحین بخاری مثل دیگر روایتون اومده ای که الحلم والاناءة والانة والتؤددة، یعنی آرامی، یعنی عکس سراسیمگی. العجلة من الشیطان و التأنی من الرحمن. روایت ابن ماجه احمدند اومده ای که الحلم والحیاء. فهمدید؟ یعنی میگوید که اشهد میگوید که تون دو خصلتی است که همین الله تعالی دوست می‌دارد. یکی حلم یعنی ملایمی، غضب نمی‌کند، گرچه آدم ضرر رساند که میبخشد، غضب نمی‌کند یعنی. و دویمش چی؟ شرم. این هر دوشی هم الله تعالی دوست می‌دارد. یعنی هر دوشی هم چی می‌کرده است الله سبحانه و تعالی دوست می‌داشته است یعنی. فهمیدید؟ علمین با معناش چی بوده؟ یعنی حیا چیز عظیم. حیا برای همین چی گفتیم؟ یعنی برای چه رسول صلی الله علیه و آله الحیاء شعبة من الایمان نامید. حیا چی نامید؟ یعنی شاخه از شاخه های ایمان نامید. قلنا الحافظ گفت که چی؟ لانه گفت الحیا چی؟ داعیه. گفت یعنی این چیز شعبه داعیه الى شعب اخرى، یعنی دیگه شعبه ها به آدم میبرد. یعنی این چیز یعنی. فهمدید؟ یعنی همین چیز بده چی بده؟ یعنی همین معنای این حدیث. معنای چی بوده؟ یعنی این حدیث یعنی این دو چیز. الان گفتیم که چی گفتیم؟ یعنی دو. این چی بود؟ اگه دویم جواب، دویم مذهب چی میگن؟ یعنی میگن که حدیث علی ظاهری. فهمدید و نفهمدید؟ ظاهریش یعنی چی؟ یعنی معناش اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. یعنی یک کاری که همین کاری که یعنی شرم داشته نمیشده باشد همینه کن. این چیز مثلا چه؟ یعنی مثل چه؟ یعنی درسنده یک چیز نفهمیدی، یک چیز نفهمیدی، یعنی از شیخ مثلا چه؟ پرسیدن چه این؟ شرم یا شرم نه این؟ یعنی شرم نه این، کجا شرم این چیزه؟ خیلی پرس. اجازت گیرو خیلی پرس هم خیلی نه. برای هم چی بگون؟ یعنی اثنان لا يتعلمان من هما المتكبر والمستحي. فهمدید؟ یعنی همین این مستحی معناش حالا میگیریم که این معناش ضعف الخور، این حیا نگفت از رسول صلی الله علیه و سلم. فهمدید؟ برای که یک چیزی که نفهمیدی، چیزی نفهمیدی، شرم داشته نه چیز پرس. فهمدید؟ اگر نپرسی این شرم نه، این ضعف الخور. برای همین حیا دوی به تقسیم میکنن. حیای محمود و حیای مذموم. حیای محمود همین چیزی که یعنی چی؟ وفق شرع. و حیای مذموم همینه که تو چی از بعض واجبات ها رو میگردونی از شرم داشته. یعنی وقتی نماز شدگی یعنی چی؟ مسجد روی و چی شرم میداری؟ یعنی شرم نه. اینه چی میگن؟ هم به این شرم نه. اینه نمیش ضعف، خور، عاجزی، ناتوانی. فهمدید؟ این معناش چی؟ عجز. این شرم نمیگیم، حیا نمیگیم، نه چیز. شرم محمود دیگه یعنی شرم چیه؟ وفق شرع است، موافق شریعت. دویم شرم چی گفتیم؟ یعنی مذموم، مذمت کرده شده. این چی؟ یعنی بعضی از کارهای شرعی چی میشه؟ یعنی خودداری میکنی. و این مذموم، این شرم نمیگیم، این نمیشه چی میگیم؟ یعنی ناتوانی، ضعیفی، عاجزی میگیم. هم به یعنی وقتی که ام سلیم اومده رسول صلی الله علیه و سلم میپرسد، وقتی که میگوید که یا رسول الله، میگوید کیف تصنع المرأة اذا رأت هي نعم في منامها الماء. يعني ففي رواية يا رسول الله ماذا تصنع المرأة إذا رأت أن زوجها يجامعها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رأت الماء فلتغتسل.
سوره همین انده گفت که النساء شقایق الرجال. همین انده ام سلمه گفت که یعنی ام سلیم فضحت النساء، یعنی شرمندگی، یعنی خیلی سوال دادی. بیاد رسول صلی الله علیه و سلم که رحم الله نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين. یعنی سوالی که بیت نه اومده مسلم طبعا به چی میپرسه مقدمه یا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق. الله تعالی از حق شرم نمیدارد، یعنی شرم نیست این چیزنده. یعنی برای این سوال چی، یعنی سوال یعنی که زن مرد همه چیز به داخل دار بود، همین مقدمه میکند. همین اند رسول صلی الله علیه و سلم میگه که الله زنهای انصار رحمت کند، یعنی شرم وای های چی از دین من کارگیش نه که تو که در دین چی فقیه شوند. یعنی رسول صلی الله علیه و سلم این کار نهی کارگیش نگرید، گرچه یعنی سوال شرمای بیانده، لیکن رسول صلی الله علیه و سلم نگفت که این کار دیگه تکرار گفته. یعنی ها فهمید این کار نکنه، گفته نه این کار کارگیش نه مسلمان به، بالعکس تعریف کرد، بالعکس چیکار تعریف کرد که کار درست کردی گفته. فهمید؟ برای همین کارهای شرعی با آدم مثلا چی شرم نمیدارد این چیزا بیانه، چی چیزی که های مثلا چی میکند، یعنی میپرسد، یعنی بکن فاصنع بکن. نعم فهمید؟ دویم جوابه، دویم جواب فهمیدید یا نفهمیدید؟ یعنی نعم دویم جواب ما علمین بود. با یکی از جواب ها ابو عبید القاسم ابن سلام از جریر قول غریب ذکر میکند که یعنی معنای حدیث که اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، یعنی اذا لم تستحي یعنی از کاری که از کاری که لا یستحی منه لا تستحی. یعنی این غریب طبعا، یعنی این جواب بعیدتر، یعنی از کاری که شرم داشته نمی شود اول شرم ندار. یعنی همین ابن رجب میگه که اگر این جواب صحیح می بود لفظ حدیث چی میشد؟ اذا لا تستحي من الامر الذي لا يستحي منه. لیکن البته همین جواب ما چه دوتا میشد، یعنی یکم دو به تقسیم کردیم، دویم چیزای ظاهری خودش به چی میشد، یعنی میموند گفتیم. فهمیدید؟ فهمیدید یا نفهمیدید این چیزا؟ الان این چیز یعنی سونی جنده چی حیا، یعنی چی گفتیم، یعنی این دعای کل خیر گفتیم، یعنی حیا چی میشه گفتیم؟ دخیل میشه گفتیم، حیا دخیل میشه گفتیم. یکمش چی میشه، یعنی الغریزه، یعنی الله تعالی دل انسان به جبلش به من خلق کردگی و خودش از خوردش از اصلش به خیلی چی شرم، یعنی چی بود، یعنی شرمین، یعنی چی بود، حیی بود. باش آدمی به حیای به شرف و به حیای به شرم بود. یعنی فهمدید؟ یعنی این یکی از بزرگترین نعمت های رب العالمین میشه. همین به وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم همین اشج با گفت ان فیک لخصلتین او لخلیقتین یحبهم الله الحلم والحیا، قال یا رسول الله، گفت اجبلت علیهما، گفت اینده گفت که بله، گفت اینده گفت که اذن گفت یعنی فرحه لان الله عز وجل یعنی ماذا هداه الى خلق يحبه. فهمید؟ یعنی این چیزا گفت، یعنی رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که تونده دو خصلتی هایی که همین الله تعالی دوست می‌دارد، یکی از چه حیا، گفت که این حیا من به دست خودم آوردم یا که الله خلق کرد. رسول الله گفت که نه، الله تو به خلق کرد. خودش چی بود، یعنی این شرم، یعنی جبلی فطری انسان دلشنده بود. فهمید؟ یعنی برای همین این چیز به انسان چی میشه، یعنی این چیز باشه، این باید که شکر کند. یعنی با بعضی آدم ها همیشه حتی همین که قائد های جیش مجاهد فارسش اهل شام، نعم الجراح ابن عبدالله، الجراح ابن عبدالله، نعم الجراح ابن عبدالله الدمشقی الشامی رحمت الله علیه، این یعنی چی بود، والی عراق، والی خراسان، یعنی یکمین آدمی که یعنی والی آذربایجان، یعنی چی بود، والی ارمنیا بود. همین آدم بچه به ضد خزرها جنگ کرد، یعنی حتی موصلنده چی شد، یعنی قتل استشهد ان شاء الله رحمت الله علیه. جراح همه چی میگن، یعنی وقتی که یعنی میگن که یعنی لیلته کلیلت الجراح، یعنی آدم یک سخت اگر شب به یک درد گذروند، میگوید که میگوید عرب ها به مثال کردن که کانت لیلت لیلت الجراح، یعنی یک خودش تنها مثلا چه ضد هزارها خزرها مونده چه جنگ میکرد رحمت الله علیه. همین جراح میگفت که
ها پیش از مثلا سنه فهمیدن شرف فهمیدن میگفت که ترکت الذنوب 40 سنة حیاء ثم تعلمت الورع فهمید؟ یعنی 40 سال نمیدونستم همین گناه حرام چه بدونه، لیکن از شرم یعنی چی بود که همین چیز یعنی طبیعت انسان همین چیزای نمیبرداد، همین گناه، همین زنا، عرق نوشی، یعنی چیزای حرام به نظر انداختن، زنهای بیگانه به نظر انداختن، به زن بیگانه تنها موندن، ها زنا کردن، دزدی کردن، غیبت کردن، نمیمه کردن، همین کارا میگفتم تا از شرم خودم نمیکردم، همین چیزا میگفتن برای که طبیعت انسان چیزا نمیبرداره، تحمل کرده نمیتواند این چیزا، یعنی ها هم به مثلا شرم این آدم چی از حیوان جدا میکنند. و دویمش چی گفتم؟ یعنی دویمش این چی بود؟ یعنی چیزی که یعنی چی به اکتساب علم و نیه به محتاج، که انسان به چی به جد و اجتهاد از آن خود میکند شرمه، ها یعنی باید که اگر آدم نباشد همین ها بگم من بیشرم خودم من همین خیلی باید که چیکار کند؟ یعنی حرکت کند شرم به، ها حرکت کند، سعی و کوشش کند شرم دست بیارد. هم به اهل علم میگفتن که اگر غریزه هم نباشد و اکتسابی هم نباشد باید اعوذ بالله ایمان نمیشد. چی وی از شرم میدارد و یا آدم از شرم چی چیز میدارد؟ فهمیدید؟